الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند. انسان در حوادث مشاهده می کند. پس از 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این جمعیت بی‌نظیر رو کدام دست قدرتی به میدان آورد؟ این اشک و عشق و شور رو چه کسی پدید آورد؟ کدام عاملی میتوانست یک چنین معجزه ای رو نشان بدهد جز دست قدرت الهی؟ باید دست قدرت خدا رو دید. بعد معنوی و بسیار مهم این حادثه همین است که خدای متعال این کار رو میکند. وقتی خدای متعال یک چنین حرکتی رو در ملت به وجود میآورد، انسان باید احساس کند که اراده الهی بر پیروزی این ملت است.